سلام و درود، من مامان هستم و خوشم به چنل دارکنس. امروز اومدیم با بازی ریسک و همینجا ما جوین میدیم. امروز اومده بودیم همونجور که گفتم اومدیم با بازی ریسک و اومدیم که دهن هر کسی هست رو صاف کنیم به زبان شیرین. و بله، ما هم تیم قرمز هستیم، رنگ مورد علاقه من، و اومدیم که نابودشون کنیم هر کسی هست. و بازی ریسک رو اگه بلد نیستید اشکال نداره، من به صورت آروم بهتون توضیح میدم. اینا رو بهش نوشتی برای چی نوشتی؟ ما داریم شروع میکنیم به بازی، ببینیم میتونیم ببریم یا نه. بله بچه ها اینجا آمنم، بذاری من اول برم بعد بهتون توضیح میدم. من اینو میام اینجا. خب اینو میام اینجا میمونه. خب next فاز. خب اونایی که بلد نیستن بچه‌ها، بازی ریسک یه بازیه که استراتژیکی اول از همه هست و دوم از همه شما طوری باید بازی کنید که بتونید کل دنیا رو بگیری و هر کسی یه تعداد مهره هر راند میگیره و شروع میکنه به بازیش و نیرو میذاره و هدفمون اینه که کل دنیا رو بگیریم. حالا کارتا چیه؟ یه چیز بگم، هر کسی هر قاره رو بگیره یه امتیازهای خاصی میگه و گروه های بیشتری میگیره و اگر هم جابجا کنید یه کارتایی میگیرید که اینجا با هم اگر 3 تا بشن و هم شکل هم باشن دوباره نیروی بیشتری میتونید بگیرید. اینا چیه؟ این که در مورد شخصیت است که مثلا هر کسی چند تا نیرو گرفته، کجا چند تا شهر، اینجا چند تا شهر داریم، اینجا چند تا نفر داریم. اینجا درباره اینه که مثلا هر قاره چند تا بهمون امتیاز میده اگه کلش رو بگیریم. اینجا هم اینه که مثلا اگه اینجا رو بزنی 5 تا بهت نیرو میده. این فرقش هم چیز خاصی نیستش. و بله الان میریم سراغ سبز. کاکا سبزمون ببینیم چیکار میکنه. ما این قرمزاییم بچه‌ها. سبز میخواد اینجا بکاره، اینجا میخواد بکاره، اینجا کاشت. بله میخواد صافمون کنه. میخواد صافمون کنه درسته. و اونجا هم کاشت و ولش کرد. خب سبز میخواد اینجا رو بگیره، ما یه ذره اینجا هم حمله میکنیم. من اینجا رو میگیرم اینقدر سریع که چیزی اضافه نشه. خب اینو من یه میگیرم، بعد بچه من اینو میکنم اینجا. حالا میریم سراغ آبی. آبی کاکامون داره میگه بکاره و ولی میخواد چیکار کنه. این بازی کن میکاره و ببینیم چه حرکتی میخواد بزنه. و بله یکی از نیروهامون رو به چخ داد. حتی نیروهای دشمن بود به چخ داد و نیروهاشون شد دیگه. آبی خوب عمل کرد. سبزی اومد وسط مزاحمتمون کرد دیگه. سبز مزاحممون شد. ولی حالا خوبیش اینه که من اگر اینجا دستم ببینید اینجا رو گرفتم. یعنی آمریکای جنوبی رو گرفتم و اینجا مونده. اینجا رو می‌خواستم اول اصلا بگیرم که سبز نذاشت. بنفشم که داره من خوشم میچینه راحت میره. اگه سبز جلوم نبود راحت میتونستم امتیاز بگیرم. قسمت نشد. بچه یه لحظه معذرت. شارژ باتیم کم بود. میخواد زدم شارژ. چیز اتفاق خاص نیفتاد. چیزی از دست ندادی. و بله 11 تا کاش و اومد که دهنمون رو صاف کنه به زبان شیرین. معلوم نیست با خودش کجا رو میخواد بره. میاد این و میاد اون و همه جا رو میاد برمیره باش.
اینجا میکارم، میرم فاز بعد. اینجا اینم میاد اینجا. اینم میرم اینو میگم ولش کنیم. واسه اینو میارم اینجا. این بهترین ترکیبی بود که میتونستم انجام، چون الان سبز میخواد اینجاها رو بگیره و حتی فکر کنم بچه‌ها یه لحظه فکر کنم اینجا کمتر میده. بله آفریقا یعنی من گرفتم بیشتر میده. میخواد بیا تو من ناموسن. این بالا رو نگرفتم، زارت میاد سمت من. اینا کارتان مچ میشه، کارتان مچ نمیشه، متاسفانه مچ نمیشه ولی چاره‌ای هم نداریم. برای اینکه وایسیم. وایسا بودو دیگه، بودو وقت تلف نکن، بیننده ها منتظرن. بنفشهش کار نمیخواد بکنه، میخواد یعنی یه سم ما رو واسکل کنه. بودو 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 بودو. اسم هم نداره، اسمش چیه؟ مدار آلاف آلهانافی. این چی اسمش؟ کالیرمانی مانه. چه اسمایی دارن اینا؟ چه اسم نایک نیمی میذارید آخه؟ تو اسم چیه؟ راکه دیرک تام. چی اسمی؟ اسم من اسم گذاشتم ما خوبه قشنگی. بابا این چه گیریه؟ برو اونور حمله کن دیگه. خب بابا اسکل بیا اینا رو بزن. معلوم نیست سبز با خودش چنده. من اینجا 2 تا 3 تا میکارم. اینجا نه سمت ایران 2 3 تا میکارم. اینجا بقیه نیرو میکارم. ما این راند رو استوب میکنیم، هیچ کاری هم با هیچ کسی نداریم. نه نمیخوام حمله کنم. نیکس فاز. از سمت ایران چیزی داشته باشیم که دشمن بهمون حمله نکنه. فعلا یه عقب نشینی ساده میکنیم که دشمن بهمون حمله نکنه، بخواد نابودمون کنه. بله ببینیم چی پیش میاد. بله این آبی هم اونجا کاش میخواد دهنمون صاف کنه. خب نه صاف نمیکنه. 13 تا رو کاشته برای من که من هر وقت حمله کردم دهنمون صاف کنه. بذار من میخواد با آبی گیر منه. بذار با آبی الیانس دادیم. الیانس بچه یعنی که همکاری کنیم. من برای آبی فرستادم. من ناراحتم، من گریانم. بنفشه فکر کنم بچه آفلاین شده فکر کنم چون تا حالا باید یه حرکتی میزد. نه خب آفلاین نیست، فهمیدیم آفلاین نیست، داشت فکر میکرد. داریم ایموجی بیشتر نمیتونم بدم. اخی ویکتوری همینجوری برای خودمون پسیر چرت و پرت میگیم که بیام اینو چیکار. الان میاد نابودمون میکنم. الان میگه تو ویکتوری گفتی، الان میام نابودت میکنم. الان صورتی میگیم صورتی سبز الان میره با احتمالا زیاد با بنفش به جنگه. من اینجا خالی اگه دقت کنید. من میام سراغ آروم اینور. بنفش اونور مشغول میشه، من آروم نیرو جمع میکنم میام اینور. من اگه این آبی میخواد بهم حمله کنه احتمالا ببین الیانس اون قبول کرد، قبول نکرد. وایستا به خاطر اینکه احتمال داره آبی بهمون حمله کنه من یه کاری میکنم. یه دورش میزنی. افغانستان اینجا نیست داداش، ایران اینجاست. افغانستان
میشه اینجوری بده. من یه دوری دور کشورش میزنم که بیاد کشورش رو بگیره. بهشم رانده بعد کمتر نیرو میده. این نیرو زیاد گرفته، فکر چی هست. حالا من نکس فاز میزنم، نیروهامو از اینجا انتقال میدم به اینجا. فکر کنم دیگه رانده بعد بتونم یه چی بگیرم. هنوزم نمیتونم یه چی بگیرم. من اینجا فقط دارم کارت جمع کنم. بچه چه خبر؟ خوبید؟ سلامتید؟ 10 تا تروپ گرفت. اون بچه من مردم. اخی من مردم. با این هم رفتار من خراب در بیاره. گفتش ای منو زدی؟ الان نابودت میکنم. اگه مرگم اینقدر سریع قرار باشه همینجا خدافظی میکنم. این همون قدری که من زدنش اونم زد منو. و این نمیدونم این چجوری 10 تا تروپ گرفت من هنوز هیچی نگرفتم. من یه چوست دارم میگیرم. من چند تا تروپ دارم؟ بس اینجوری میشه فهمید. من 36 تا دارم، اون 38 تا داره. بیشتر اینو اصلا بنفشه. هیچ کدوم از کارتامون هم مچ نمیشه خوشبختانه. اگر سبز همینجوری مستقیم بره سمت آمریکا شمالی، من میتونم یه حرکتی کنم. نمیتونم دیگه حرکتی کنم. آبی نمیخواد با ما الیانس کنه. بذار در حق با بنفش ببندیم. بچه هنه ما با بنفش چیزیم، با بنفش یاریم. بنفش قبلا به اون داده و ما هم ندیده بودیم. الان بنفش دیگه با اون یاره. من میرم بالا رو اروپا رو میگیرم، بعدش میام آروم به سمت چیز بنفش. چی میگم بنفش؟ به سمت چیه؟ بله به اسمش یادم رفت. اینجوری بگم من به این بدم، به این یه حمله بزنم. نیروهامم برگردونم. نیروهامم برمیگردونم اینجا. ببینم آخر مچ میخواد بشه. چه عجب مچ شد کارتم آخر. یادم رفت از اینجا کجا کشوریه؟ وست اروپا یادم رفت ببندم. وست اروپا رو یادم رفت ببندم. افغانستانو چرا اینجا زده؟ سوالمه. اینا دو تهمت میزنن به ما. چرا افغانستان اینجاست؟ افغانستان اینجاست و ایران چرا معلوم نیست؟ میدل ایست ایرانه. این مثلا ایرانه این یه تیکه. چه افغانستان انقدر بالا؟ توروه نزنی حمله با ما. انا پیوند بستی ها. میک علی داداش what the fuck. هم خواست به این حمله کنه. ببینم سبز با ما میبنده. سبزم با ما نبست. میخواستم آبی رو حذف کنم که نشد. سبزم با ما نمیبنده. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark.
Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. بله ما این کارتامون رو ببندیم. 6 تا بیشتر گرفتیم. اول دهن این آبی رو سرویس کنیم. اینم بزنم. خب با 5 تا ببینم میتونم حرکتی کنم. خب نمیشه حرکتی کرد. من فاز بعد. مرسی. همه چی ما اینجا ور میداریم میاریم اینجا. اینجا میخواد جنگ شه. بذار بریم اینجا. این گوشه که الان سمزم میخواد وارد اون شه. و بله آخیش این چرا هنوز هیچ قاره یا نگرفته؟ دقیقا که هیچ قاره هنوز نگرفته. بیشتر از ما تروپ میگیره. برو سراغ بنفش. بنفش رو نابود کن. نه رفت واقعا. جدا رفت. جدا رفت سراغ بنفش. این آبیه چقدر چیزه کلشقه. رفت واقعا براش. من نباید به آبی فرصت بدم. بعد آبی همین پایین بیارم بزنمش. نیروامو از 16 اگر سبز این دست بهم حمله نکنه نیروامو از 16 میارم سراغ این یک هند دیگه. درست گفتم هند. میارم هند و هند حمله میکنم. و من الان بیشتر از بقیه نیرو بگم. من کمتر از همه نیرو میگم. نمیدونم چرا. خب نه بنفش شب سراغش. بنفش بس من نیروام جابجا نمی کنم. میرم سراغ همین آفریقا. من نمیدونم میخواد کجا حمله کنه. ببینم کجا میخواد حمله کنه. اگر حمله کرد که بفهمیم چیش. میخواد از پشت بهم حمله کنه. پشما. سبز خواست از پشت بهم. میخواستم بزنم این چهارشو ها. اینجا این کجاست؟ کدوم کشوره؟ اورالو میخواستم بزنم ولی نشد به خاطر اینکه عددم زیاد نبود براش. حالا این دست میزنم. پشتش میرم دیگه. هر جایی رفت من پشتش میرم. ولی من نگم چرا کم من میگیرم. این بیا بیرون باش. اوکی برو همین کافیه. من همینو مجبورم همینجا بکارم و هیچ حرکتی هم ندم. این دو من بد جاییه. همه‌ش هم یکیه. خب هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. فقط میتونم پشت سبزه برم. همین. هیچ حرکت خاصی نمیتونم انجام. کی بیشتر از همه جا داره ها؟ من بیشتر از همه مکان دارم بچه‌ها. بیشتر از همه دارم. بعد نیرویی که به من میره کمتر از همه است. اینو حال کنید. من 13 تا نقطه دارم. بعدش 35 تا الان ارتش فعال دارم یا نیرو فعال دارم و اصلا باحالیش اینه که به من کمتر نیرو میده. من 5 تا 4 تا میده و به اینا چند تا میده که میان منو درو میکنن. این الان 2 قسمت داشت. من 5 قسمت داشتم. این منظورم 5 قسمت منظورم 5 امتیازی ها. این 2 امتیاز من 5 امتیاز و من اینقدر نیرو نگرفتم. این چیه؟ چه بازیه؟ این بذار باشه بذار. این چیزی نداشتم برای انجام دادن دیگه. آبی من پس گرفت جاشو. برای من مچ نمیشی. خیلی اعصاب خورد کنه این موضوع برای من. بنفش بیا چیزتو بگیر. میخواد به کاری که بعد یوهو بیاره توشو. حالا سبز به بنفش هم حمله نمیکنه. گیرش به من الان. یا آبی به من داشت حمله میکرد یا سبزه داشت به من حمله میکرد.
بچه بنفشه میخواد به سبز حمله کنه. نیرو جمع کرد که به بنفش حمله کنه، به سبز حمله کنه. اشتباه گفتم. الان سبزه میخواد به کار بیاد این ور، یا میخواد از اون بیاد این ور. یکی از ایناست. 12 تا نیرو داشت، از من کمتر قسمت گرفته و بیشتر از من نیرو میگیره. نمیدونم چه بازی. آها نگو که میخوای بری سراغ آمریکا شمالی. نه نمیخواد. چی شد؟ چی تو کوکا؟ من که نیروامو فرستادم آوردم میره، فرق بر من نمیکنه. نیکس فازه همین 19 تا خوبه. ببینم این دست میذاره ما هم مچ کنیم آیا. چه عجب چه عجب، یه دست گذاشت مچی. تو دو دست دومه ولی در کل بزن. نگو که تو میخوای بیای تو من. چه این یه تیکر نگرفته دقیقا. نفهمیدم میخواد بیاد تو من احتمالا اینا. بنفش برو، بنفش برو، بنفش برو، بنفش برو، بنفش برو. شیر باش بنفش. اوی بنفش. بنفش در حال فکر است و 10 تا تروپ گرفت. نمیدونم اینا چجوری بیشتر از من تروپ میگیرم. به خدا من بیشتر از همه جا دارم. الان مساوی شدم. الان کمتر شدم. کمتر تروپ. فکر کنم غلط نکنم آبی و سبز با هم الیانسن. الیانس یعنی یارن، به خاطر اینکه فقط دارن به من فشار میارن. بابا بی خوب اینجاها حمله کن. الیانسن خب به بالا حمله کن. به 19 حمله میکنی 100%. نه خب حمله نکن. چه گیریه این بازی گروهی شد. شاید ما حالا منو تو حذف کنی، خب اشکال نداره حذفم کن، ولی اولی آخر باید آبیا بزنی یا فرق برات نمیکنه. ببینم بگم 43 تا نیرو گیره پشمام. من 3 تا نیرو دارم. نمیدونم چجوری بیشتر من نیرو گرفت، ولی خب حالا یه مداری توش بوده گرفتم. الکی هفته من حروم نشه این همین کارتم بیاد این ور از این ور. این از این ور حمله آن دفعه بعدی کارت اینجا میکنم بچه‌ها. دفعه بعدی نیرو جمع میکنم اینجا کار بکنم از اینجا حمله کنم. میدونم 5 تا مزاحمه ولی خب چاره‌ای نداریم. بذار ببینیم چی میشه. بابا اینا همش جلو من میخوان نیرو بکنم. من میخوام آبی رو حذف کنم ولی اینم هی گیر داره. نه که میخوای بیای تو من دوباره. عجب کرمایی ان خدا وکیلی اینا. من از این ور حمله میکنم اینا هی از اون ور حمله میکنم. بنفشه هیچ کاری نمیکنه که. چه عجب. بنفشه حرکتی زد. من میرم دوباره عقب میام این آبی حذف میکنم. آبی معنا حذف میکنم. این چجوری نیرو میگیره؟
این زودتر از من اومد حذفش کنم. این بله. خب حالا بچه یه کار دیگه میشه کرد. من میتونم از بالا از ایران من تنها حرکتی که میتونم بکنم اینه که من از بالا بیام اروپا رو بگیرم، اروپا رو برم آفریقا رو یه دور، آمریکا جنوبی یه دور بزنم، بعدش چیز میکنم. این بذار حمله کنه. این نیروهاشو اینجا کاش من الان دیدم. در نداره امتیاز بگیره. بچه به نظر این ور توی ساف اروپا بکنم یا وست اروپا بگید تو کامنت ها، ولی من فکر کنم توی ساف اروپا بهتره، چون اینجا حمله کنه نابود، حتی اینجا حمله کنه نابود هم میکنه، فرق نمیکنه، ولی باز اینجا در یه حرکت بیشتر میشه کرد. و الان 26 دقیقه است که ما داریم ویدیو میگیریم سری یا سری در اصل راحتی است و 41 خیلی اعصاب خورد کنه. میشه زدش راحت میشه زدش، ولی این 41 خیلی اعصاب خورد کنه، حتی مجبور استفاده کنه اولی آخر، چاره‌ای نداره. خوب کاری کرد بنفش، همونجا استاپ کرد، خوب شد. ولی اگر یکی مونم بتونه از اینجا حمله کنه خیلی خوب میشه. من اگر بتونم این بنفش سبز بزنم این 41 حله. نمیدونم چجوری داره اینقدر تروپ میگیره، نمیدونم واقعا چجوری اینقدر تروپ داره میگیره، درکش نمیکنم. بچه به ساوت اروپا هم میتونه حمله کنه از اینجا، منو باش. من فکر نمیکردم این یه خط ریز اینجا داره، میشه بس حمله کنه. اوکی عشقم، منم به سبز حمله میکنم. یعنی من یه تیکر بگیرم. حمله به سبز به فرمان من، حمله. الان ایران هم پس میگیرم از دست این معلوم. چون میدونه که سبز میدونه که دهنش سرویس شده، به خاطر همین رفته یه گوشه نیرو جمع کرده. من نمیخوام جلوتر برم، به خاطر همینجا نگه میدارم، میرم فاز بعد که بنفش از بالا حمله کنه به سبز. یه امتیازی هم بگیریم. بنفش الان اینجا رو تمام میکنه، پس ما اینجا کار نداریم، به خاطر این پشتم بهش گرمه، پشتم یه چیزی بهش گرمه. بعدش به خاطر همین اینجا راحت الان دیگه به من حمله نمیکنه طبیعتا. بعدش الان ما اگه بنفش از بالا اینجا کدوم کشوره؟ دقیقاً همونجا هم کاش. کدوم واسه یه لحظه کدوم کشوره؟ آلاسکا. از آلاسکا حمله کنه به کاچا اینجا بچه‌ها نمیدونم اسمش چیه، کامچاtka. با هنوز هم که ضعیفه این همه نیرو میگیره. من درک نمی کنم این چطوری داره اینقدر نیرو میگیره. تو به کار من میام با شاید حمله میکنم، آره مشکل نداره.
این میخواد که من همه 37 رو خرج کنم نیام سمتش. من که اولی آخر میام حالا فرق نمی‌کنه. این میخواد نیروهای منو عقب نگه داره، ولی الان به تازه بهتر کرد وضعیتو. من میام نزدیکترش. دورش کردیم. طبیعتا نمیدونم من با اینقدر بهش ضربه بزنم، ولی چاره ای نداریم دیگه فعلا. بعد این حرکتی که من ببینم میتونم اسب رو بگیرم. یه دونه اسب اگه بتونم بگیرم 10 تا تروپ میگیرم. اگر بنفش بتونه نیرو زیاد کنه بیاد پشت 17 من با 17 خالی میکنم. من 17 خالی میکنم. بزن. آفرین پسر. آنه درسته دختر این زنه دختری کرد. آفرین دختر بیا. اینم بزن. اونو بزن. این سبزه رو بزن. اینو بزن. آفرین. حالا نیروهاتو بکار. بعد دیگه اگه من نظر تو بری پشتش. دیگه بهم حمله نکن که خیلی عجب خیلی به من حمله میکن. به من بخواد پشت هم تو منم محکم کنه نه. داداش چیکار داره میکنه؟ پشتمو محکم سازی کرد در اصل. اونم میکاشی این ولی لامصب تیرادش کمه ولی خیلی تروپ میگیره. حتی همه دهنمون رو صاف میکنه ولی ما میخوایم که این کار کنه اگه بیاد. من الان با 18 تا میام این یه تیکر رو میگیرم. حالا میریم بقیه‌اش اینو چیکار کنیم. الان نزدیک 30 دقیقه است که داریم این بازی رو کم رو انجام میدیم. الان میخواد این ور رو به اون ور نصب کنه. این از اینجا داره میره میاد این بالا میاد این ور و این ور وصل میکنه. حتی این باعث که نیروهاش کمتر شه. اتفاقا اصلا چون همینجوری که هیچ قاره‌ای هم نداره. خب نه همه‌اش نرفت باهوشو. نه همه‌اش نرفت. من که این ور رو گرفتم. من این ور میکارم. من بیام آفریقا من بگیرم اول از همه. همین هفتم کافی. اما برای احتیاط 7 تا میبریم. برای من فرق نمیکنه. این بازی همینجوری ادامه پیدا میکنه چون این نیروش زیاده. بعدش ما از اونور بعد این از این البته نیروش رفته کم میشه. نیروی ما هم از اون کم میشه. اینم از بعد بازی از اول شروع میشه. الان دیگه رفت سراغ بنفش باید خوب بجنگه. من حالا این روی میکارم از پشتش میام سراغش. جانم میره بنفش هم یه دور میزنه بعدش میاد دوباره پایین. دیگه آخرشه فکر نمی‌کنم زیاد بتونه ادامه پیدا بده. باشه فهمیدم اتک میکنم ولی وایسا یه لحظه نیرو بگیریم. هیچ کدوم هم مچ نمیشه. نمیتونه زیاد بره تا یه حدی میتونه بره. توپ بگیرم خوب میشه. توپ 8 تا میده. الان میاد تو اروپا دوباره. باور کن میاد تو اروپا. و برو همه رو بزنیم دیگه کاریو دیگه.
نیکس فازه. اینجا رو ما میگیریم. میزنیم همینجوری برای خودمون. خب نشد. و میریم فاز بعد. میام میکنم اینجا. حالا هر جا بریم من دیگه پشتت میام. اگر بنفشم بتونه به کار پشت یک نورث وست تریتوری میخواد به کار بیاد جلو میخواد دورش کنه. بیا این میره از اون الان این گرینلند نمیتونه نورش دوره شد. خب نباید حمله میکرد. احساس میکنم فکر کنم کارش دیگه تموم شد. کارش تموم شد. به زبان شیرین کارش تموم شد. بابا این از کجا چیتر؟ از کجا اینقدر چیز میاره؟ هیچی براش نمونده. این از کجا میاره؟ واقعا دیگه این چیتر خالصه. این از کجا میاره؟ الان میره یه دور این پایینو میزنه. مون سر دورایی گفتم دور این پایینو میزنه. میاد دوباره اینه. نه میره اون ور. برو اون ور. با این بازی بکنم قراره 1 ساعت طول بکشه. حالا کمبیارم نیست. همینجوری جنگی میاد داده. برگشت ژاپنیش. انیمه. این یکی منم یکم نظرم بهتره. بیا دیگه تمام شد کار. دیگه میخواد به خودش پایان بده. دیگه 3 رو کجا میخوای ببری؟ 3 رو ناموسن کجا میخوای ببری؟ دیگه کار تمام شده باشه. اونجا باید یه برنده داشته باشه. اونم منم. مجبورم. چاره ای ندارم. چون اگر نمیزدمش میباختم. بعد این بهم حمله میکرد اولی آخر. چاره ای نداشتم. چاره ای نداشتم. بعد اولی آخر بهش حمله میکرد. و بله ما هم با برنده این بازی میایم بیرون. و بعد از 39 دقیقه نزدیک 1 ساعت بازی تمام میکنیم. بله و آخریش. اینم از آخریش. و بله ماهان برنده این بازی میشه. Let's go. با خاطر این برد خیلی نفسگیر یه لایک بزن. یه سابم بکن. هم زنگولن هم بزن. آره منتظری هم مهم نیستش. ولی این سابو بکن حتما. من سین فرند ریکوست رو دادم. اینم دادم. و بله بچه ها ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. و بده من یه لحظه اینم
اینو باید گفت که ممنون تا اینجا همراه ما بودید و اگر دوست دارید بگید حتما، ولی ما میذاریم، ولی اگر بیشتر دوست دارید بگید حتما و ما خیلی خوشحال میشیم که بذاریم. و تا یه ویدیو دیگه keep playing.